وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 می سال 2024 از آشکار شدن باز یک حالت قتل همسر از جانب شوهرش در زمینه رشک خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده، ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 38 ساله ساکن شهر وحدت با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که باعث مرگ انسان شده است دستگیر کرده شد. گمان بر شونده همراه همسر 34 سالش در منزل استقامتی یک ساکن نویه رودکی به تعمیر خانه مشغول بودند. هنگام کار بین زن و شوهر جنجال برخاست و شوهر از سبب رشک همسرش را مورد لطکوب قرار داده است. در نتیجه همسرش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به خانه استقامتیشان دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. مرد دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. تفصیلات دیگری حادثه نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست می‌رسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود می‌کنند.